президент توجیکستان امامعلی رحمان روز 19 январ سال 2023 در ساختارهای حکومت با چند تغییرات کادری انجام داده، از جمله رهبران چندین اداره دولتی را به سبب رسیدن به سن نفقه و قسم دیگر را به سبب به کار دیگر گذاشتن برکنار کرد. با همین سبب به نفقه برآمدن سیدعلی صدیق از مقام رهبر خبرگزاری دولتی خاور، شعلابانو نومان از مقام معاون مدیر آثارخانه ملی و بابوخان برادزاده از وظیفه مدیر اگنتی مهنت و شغل اهالی آزاد کرده شدند. طاهر کریمزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام سردار خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و دوستمراد مرادزاده از وظیفه سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مراجعت و شغل اهالی آزاد کرده شدند. به کدام کار دیگر گذاشتن آنها هنوز معلوم نیست، ولی دولتزاده قیام‌الدین بلافاصله بعد برکناریش از مقام معاون رئیس اگنتی آمار، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تعیین کرده شده است. هفته قبل رئیس اگنتی آمار گلنوره حسن‌زاده وزیر مهنت و مهاجرت تعیین شده بود. همین طور روز 19 январ شمس‌الدین زاده صبح‌الدین شمس‌الدین نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته تلویزیون و رادیو آزاد کرده شده، بلافاصله رهبر خبرگزاری خاور تعیین گردید. همچنین روز 19 январ نادرزاده احمدشاه سردار خدمات مهاجرت، محمدزاده سفرعلی سردار خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و اشورعلیزاده عبدالرحمن دایرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تعیین کرده شدند. به این ترتیب در چند روز اخیر قریب همه رهبران وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی برکنار شدند. یادآور می‌شویم پرزیدنت امامعلی رحمان روز 5 январ شیرین امانزاده جوانترین عضو حکومت را که از ماه نوامبر سال 2020 رهبر وزارت مهنت و مهاجرت را بر دوش داشت، همراه دو معاونش از مقام برکنار کرد. شیرین امانزاده از وزیران خوشنام حکومت کنونی به شمار می‌رفت و سبب چنین زود بعد همگی 2 سال کار برکنار شدن او همراه با تقریبا همه رهبریت این وزارت تا حال برای جامعه نوروشن باقی می‌ماند.